سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. درک تمایلات و احساسات یه زن میتونه خیلی چالش برانگیز باشه، به خصوص زمانی که صحبت از جاذبه جنسی میاد وسط. خانوما به روش‌های مختلفی تمایلات خودشون رو نشون میدن. تو این ویدیو 10 تا از نشانه هایی که یه خانوم در صورت علاقه به برقراری رابطه جنسی با فرد مورد نظرش ممکنه نشون بده صحبت میکنیم. پس هیچ جا نرید و تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. شماره 1، نزدیک شدن. خانومی که بهتون علاقه داره از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه فاصله‌شو باهاتون کم کنه و بهتون نزدیک بشه. مثلا اگه با همدیگه به کافه یا رستورانی میرید، ممکنه که صندلیشو بیاد و بهتون بچسبونه. یا مثلا اگه با همدیگه به سینما میرید، دوست داره که کنارتون بشینه و دستتون رو بگیره. فردی که از لحاظ فیزیکی بهتون کشش داره، معمولا سعی خودش رو میکنه که فاصله‌اش رو باهاتون خیلی خیلی کم کنه. شماره 2، لمس کردن. لمس فیزیکی میتونه یکی از مهمترین راه‌ها برای نشون دادن صمیمیت، علاقه و تمایل به برقراری رابطه با فرد مورد نظر باشه. اگه زنی به طور تصادفی به شما دست میزنه، بازوتون رو لمس میکنه یا موهای شما رو نوازش میکنه، این میتونه نشونه از این باشه که بهتون علاقه‌منده. البته حتما حواستون به مدل لمس کردنش و اینکه چقدر این قضیه رو کش میده، آیا خودش هم داره از این کار لذت میبره و حالت چشماش توجه کنید. چون که ما یه مدل لمس دوستانه هم داریم. ممکنه طرف بغلتون کنه، به پشتتون ضربه بزنه و اینکه اگه دقت کنید خیلی خیلی راحت میتونید تفاوت این دوتا رو پیدا کنید. فقط کافیه به مدت زمان و نوع لمس کردن اون خانم توجه کنید. هر چقدر مدت زمان این قضیه بیشتر باشه، احتمال اینکه اون فرد به شما کشش جنسی داشته باشه بالاتر میره. شماره 3، تمجید کردن. خیلی از اوقات خانومی که به شما کشش جنسی و تمایل و علاقه داره و غالب اوقات اگه دلش نخواد مستقیم این قضیه رو بیان کنه، یکی از نشانه هایی که به صورت ناخودآگاه از خودش نشون میده تعریف کردن زیاد از شماست. ممکنه که از هوش یا دستاوردهاتون تعریف کنه، اما بیشترین چیزی که ممکنه روش خیلی تکیه کنه احتمالاً ظاهرتونه. اگه دیدید از نوع لباس پوشیدنتون، استایلتون بیشتر اوقات تعریف میکنه، این میتونه یه نشونه خیلی بارزی باشه از اینکه اون فرد بهتون کشش و تمایل جنسی داره. شماره 4، بازی با مو و جواهرات. بازی با مو و جواهرات هم میتونه یکی از نشانه های ظریف تمایل یه خانوم به فرد مورد نظرش باشه و همه این کارها رو اون خانوم به صورت ناخودآگاه انجام میده برای جلب توجه مرد و جذاب به نظر رسیدن. به عنوان مثال برگرداندن موها به پشت گوش. این حرکت میتونه به منظور نشون دادن صورت و برجسته کردن زیبایی انجام بشه. یا بازی با تار موها یا مرتب کردنشون در حضور مرد میتونه نشون دهنده تمایل اون زن به آراسته و جذاب به نظر رسیدن باشه. حالا شاید بپرسید که بازی با جواهرات به چه شکل انجام میشه؟ ممکنه که فرد مورد نظرتون با گردنبند یا گوشوارش بازی کنه. این حرکت میتونه توجه مرد رو به گردن و صورت زن جلب کنه. یا اینکه چرخوندن انگشتر میتونه نشون دهنده این باشه که اون خانوم عصبی و هیجان زده است. در عین حال میتونه جذابم به نظر برسه. یا نوازش دستبند میتونه توجه مرد رو به دستها و مچهای زن جلب کنه. البته همیشه توجه داشته باشید که بازی با مو و جواهرات داره در چه شرایطی انجام میشه. آیا اون خانوم در حال صحبت کردن یا نگاه کردن به شماست؟ توی یه محیط شلوغ هستید یا رو در کنار همدیگه قرار گرفتید؟ چه حرکت‌ها و رفتارهای دیگه اون خانوم در کنارش نشون میده؟ آیا بهتون لبخند میزنه؟ به چشماتون نگاه میکنه؟ همیشه به این مواردم در کنار بازی با مو و جواهرات توجه کنید. شماره 5، فرستادن عکس. خیلی از اوقات فردی که بهتون تمایل و علاقه جنسی داره ممکنه براتون عکس بفرسته، اما با بهونه‌های مختلف. مثلا امروز آرایشگاه رفتم، میخوای ببینی رنگ موهام چطور شده؟ یا این لباس رو خریدم، به نظرت چطوره؟
اگه دقت کنید میتونید راحت متوجه بشید که دلش میخواد سر صحبت رو باهاتون باز کنه و در نهایت بیشتر دوست داره که به جای تعریف کردن از رنگ موهاش یا لباسی که خریده بیایید و از ظاهرش تعریف کنید. شماره 6. کنایه‌های جنسی. یه روشیه که ممکنه خیلی‌ها توش مهارت نداشته باشن، برای همینم ازش استفاده نکنن. اینکه بدونی چه موقع چه کنایه‌ای رو استفاده کنی که هم بامزه باشه هم شیطنت آمیز باشه نیاز به یه آمادگی ذهنی داره و اگه میخواید این روش رو امتحان کنید چه برای مرد چه برای زن بهتره که از قبل یه سری جملات رو به صورت آماده توی ذهنتون داشته باشید، چون که ریسک این که طرف خوشش نیاد خیلی بالاست. به فرد مقابلتون هم باید توجه کنید، خصوصیت اخلاقیش رو در نظر بگیرید و بعد از این تکنیک و روش استفاده کنید. معمولا روی آدمای شوخ طبع جواب خوبی میده، ولی اگه دیدید طرفتون خیلی جدیه بهتره لااقل در شروع رابطه از این روش استفاده نکنید. حالا ممکنه که بپرسید اصلا این کنایه‌های جنسی چیه؟ چجور میتونم یادش بگیرم و استفادهش کنم؟ اگه بتونید موضوعات بامزه و مختلفی که براتون پیش میاد رو به مسائل جنسی ربط بدید، در واقع دارید از این قضیه استفاده میکنید. نیاز به خلاقیت هم داره. تو بعضی از فیلم‌ها هم اگه دقت کنید کنایه‌های جنسی به کار برده میشه. شماره 7. موقعیت بدن. اگه خانومی بدن خودش رو به سمت شما خم میکنه، پاهاش رو به سمت شما باز میکنه یا به شما تکیه میده، میتونه نشون دهنده این باشه که این خانوم به شما کشش و علاقه جنسی داره. شماره 8. اشوه‌گری. خیلی از خانوم‌ها زمانی که از فردی خوششون میاد ممکنه که لحن صدای خودشون رو عوض کنن. ممکنه که با صدای نازکتری با شما صحبت کنن یا صدای خودشون رو یه مقدار بالا ببرن یا حالت صحبت کردنشون رو بچگونه کنن. یه مقدار دقت کنید میتونید متوجه بشید که نوع و حالت حرف زدنش با شما خیلی متفاوت از بقیه و در حالت عادیه. یا اگه خانومی بهتون علاقه داشته باشه خیلی از اوقات وقتی که داره باهاتون صحبت میکنه ممکنه سرش رو به سمتتون خم کنه و بهتون لبخند کج بزنه. گزش لب هم میتونه یکی دیگه از این نشونه ها باشه. زنی که بهتون علاقه داره ممکنه که به صورت ناخودآگاه وقتی که داره باهاتون صحبت میکنه لبش رو گاز بگیره تا توجه شما رو بیاد و به سمت خودش جلب کنه. شماره 9. طرز لباس پوشیدن. خانومی که به شما کشش و علاقه جنسی داره ممکنه از مدل لباسهایی استفاده کنه برای نشون دادن گردن یا سینه و اگه شرایط و مکانش وجود داشته باشه لباسهای جلو باز رو به لباسهای پوشیده ترجیح میده، چون که دلش میخواد در نظر شما از لحاظ ظاهری جذاب به نظر برسه و تا اونجا که میتونه توجه شما رو به سمت خودش جلب کنه. شماره 10. شوخی و بازیگوشی. خانومی که بهتون علاقه داره ممکنه که زیاد باهاتون شوخی کنه یا بخواد اذیتتون کنه تا نشون بده که از بودن با شما لذت میبره و احساس راحتی میکنه، یا ممکنه یه سری بازیگوشی و کارهای شیطنت آمیز ازش سر بزنه، مثلا با موهاتون بازی کنه یا به آرامی شما رو هل بده یا با پاهاش به پای شما ضربه بزنه. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگه از محتوای این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. روز و شبتون خوش.